امیر بدی در 18 دی ماه 1294 در همدان زاده شد. پس از درگذشت پدرش که پزشکی با نام مهدی خان بدیع‌الحکما بود، به یاد پدرش نام مهدی را بر نام خود افزود و به نام امیر مهدی یا امیر مهدی بدی شناخته شد. دوره تحصیل دبستان و دوره اول دبیرستان را میان سالهای 1301 تا 1311 در مدرسه آلیانس همدان گذراند. در همین سال رهسپار فرانسه شد و تا سال 1316 تحصیلات متوسطه را در پاریس تکمیل کرد. سپس در دانشگاه لوزان سوئیس به تحصیل در رشته ریاضیات و فیزیک پرداخت و آنگاه میان سالهای 1319 تا 1320 در مدرسه عالی روم ایتالیا سرگرم تحصیل زبان و ادبیات لاتین شد. از سال 1329 به مدرسه عالی پلی‌تکنیک زوریخ سوئیس وارد شد و تا سال 1326 دوره عالی ریاضیات و فلسفه علوم را با دریافت درجه دکترا در آن رشته گذراند. آن سالها که همزمان با جنگ جهانی دوم بود، به دلیل نرسیدن هزینه تحصیل و زندگی در اروپا به او سخت گذشت. امیر مهدی بدی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در کشور سوئیس اقامت گزید و بعدها خلوت عارفانه ای را در دهکده ایتالیایی زبان آسکونا در شرق سوئیس برگزید. امیر مهدی بدی در شهریور 73 سپتامبر 1994 در سوئیس درگذشت.